از عذاب شوی. و این همان مسیری است که تو در دنیا طی کردی. افسار اسب را محکم بگیر و با یاد و نام خدا در مسیر مستقیم حرکت کن. مبادا به این طرف و آن طرف جاده بروی که برای نجات تو از دست من کاری ساخته نیست. اینجا کجاست؟ این گاوان و خران دیگر که هستن؟ به زمین دیگری از زمین شهوت رسیدیم و اینها شکم پرستان و تن پرورانی هستند که با مال حلال خود شکمان خیش را سیر می کردند و به جز تن پروری فکر دیگری نداشتند. به همین دلیل به شکل خر و گاو و گوسفند نشان می دهند. اما آنهایی که در سمت چپ به شکل خوک و خرس هستند در تن پروری خود بیباک بودند و فرقی میان مال حلال و مال حرام، مال خود و مال مردم نمی دیدند و اینها سخت در عذابند. سریعتر حرکت کنیم تا از آنها دور شویم. خوشا به حالت. تو در دنیا سخت مراقب غذایی که به خانه می آوردی بودی تا با حرام مخلوط نشود و در وقت غذا خوردن هم به فکر شکم پروری نبودی، لذا خیلی راحت از این سرزمین خارج شدی. اگر غیر از این بود سالیان دراز فقط در همین زمین شهوت گرفتار می شدی. اینها گوش کنندگان غیبتند که گاهی از دهان و گوشهاشان آتش بیرون میزند. از آنها دور شو. در این چاه دیگر چه کسانی هستند؟ اینها کسانی هستند که مؤمنین را مسخره می‌کردند و لب و دهان برای آنها کج می‌کردند و چشم و ابرویشان را برای آنها بالا می‌انداختند. از حساب خود خبردار نمی‌شدم. ای کاش مرگ ناتمام می‌کرد. مال من به درد من نخورد. این چرکا به غذای ما گناهکاراست. هیچ غذای دیگری به ما نمیدهد. هر چقدر از این چرکابه میخوریم باز هم گرسنه‌ایم. وای خدایا گرسنه‌ام، سوختم. مسائل شرعی توجهی نمی کرد و موی سرش را به نامحرم نشان می داد و بدنش را برای نامحرمان آرایش می کرد. خدا از او نگذرد که چه جوانهایی را به انحراف کشاند و آنها را به عذاب خدا گرفتار کرد. هر بار که با درد و رنج می سوزند و پود می شوند پوستی تازه و عذابی دوباره دارند و لحظه ای آرامش ندارند. رباخواران این گونه کیفر می شوند. روزی 1000 بار آرزوی مرگ می کنند اما نه مرگی دارند تا راحت شوند و نه آسایشی. اینها کسانی هستند که نسبت به مسائل دینی بی تفاوت بودند و انجام واجبات برایشان چندان اهمیت نداشت. نمازشان را ضایع می کردند و دستورات خدا را نادیده می گرفتند. وای
جانشان هرگز آنها را نزایده بود. کسانی که برای خوشگذرانی شراب می‌نوشند، ای کاش لحظه ای دوستانشان را اینجا مشاهده می‌کردند و می‌دیدند که خداوند چگونه وعده‌اش را عملی ساخته است. هوا چرا تاریک شده است؟ خدایا دیگر چه کسی هستن؟ این چه سرزمینی است؟ این چه جانورانی هستند که از دیدن آنها و بوی تعفنات که سامانشان دل آدم به هم میخورد و نفس گرد میشود. کمکم کنید! زمین شهوت است و اینها زناکارانند. از راه بیرون نروی که گرفتار میشوی. خدا رحمت کند عیالم را که اسب را برایم فرستاد. به خدا راست گفتند که هر کس ازدواج کند نصف دین خود را حفظ می‌کند و درباره نصف دیگر آن باید از خدا بترسد.